نامهای الواحد و الاحد است. مثلا قل هو الله احد، اینال در اینجا وقتی که الله متعال میگه که قل هو الله احد، بگو که الله ذات یگانه هست. اینال یگانگی الله چی است؟ یگانگی الله است که الله صمد از بی‌نیاز است، بناهن به سکرتر، رئیس دفتر، معاون بیان نیاز نداره. این وحدانیت الله هست، یعنی ذات واحد و با عظمت هست که به هیچ کسی ضرورت نداره. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، ذاتی هست که به مادر و پدر ضرورت نداره، به فرزند ضرورت نداره. اینالی کل از نام الله سبحانه و تعالی در اینجا در نامهای الواحد و الاحد الله سبحانه و تعالی فهمیده میشه. علامه ابن کثیر چی میگه؟ میگه انه الاله الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لا نظیر له. میگه او معبود واحد و یگانه هست، الفرد الصمد، ذاتی یگانه بی‌نیاز است، الذي لا نظیر له، یعنی هم مثل نداره، ولا شریک له و شریک نداره، بل هو المستقل بالامر وحده. الله میگه به امر کردن مستقل به یگانگی است، من غیر مشارک ولا منازع ولا معارض. هیچ کسی در اوامر الله نه شریک شده میتونه و نه با امر از او منازعه کرده میتونه و نه با امر از او مخالفت کرده میتونه. علامه طبری چی میگه؟ میگه الله که واحد احد است چی معنی؟ یعنی لا مثل له ولا نظیر، یعنی الله سبحانه و تعالی مثل مانند و همتا نداره. از این خاطر انسان مسلمان یقین داشته باشه که الله واحد و احد است، یعنی شریک و هم مثل ندارن. امام سمرقندی چی میگه؟ میگه هو الله احد، یعنی فرد لا نظیر له ولا شبیه له ولا شریک له ولا معین له. این قسم عقیده داشته باشه که ذات یگانه هست، نظیر همتا نداره، ولا شبیه له، شبیه که مشابه از او کس باشه نیست، ولا شریک له، شریک نداره در هیچ، در ذاتش، در صفاتش، در افعالش، در احکامش با کس با او شریک نیست، ولا معین له و کس نیست که امرای از او همکاری بکنه. پس یکی از نامهای الله سبحانه و تعالی واحد است و یکی از نامهای الله سبحانه و تعالی الاحد است.